یاد شما هست مولانای شهید اینجا گریه می کردن، از اطفال سوریه می گفتن او ظلم بشار اسد کثیف و جنایتکار می گفتن که در سوریه ای جفا هست، ای ظلم هست، ای ستم هست. افراد خبیث بشار اسد که بشار اسد کلب امروز چنان جنایتی در سوریه به راه انداخته، ولی این را بدانه که چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبه، والله شب دیگر نمی سوزد. عزت، سرفرازی و سربلندی از آن مسلمان هاست. امروز میبینیم الحمدلله که یک شرپه دیگر فتح می شود و به دست مسلمان مسلمان را استاد میکرد، به مرمی میزد، سر میبرید، آتش میزد، او را سوراخ میکرد که بگو لا اله الا بشار، لا اله الا الله، استغفر الله. میگفت بگو که هیچ خدایی نیست بجز بشار، هیچ الهی نیست بجز بشار. امروز همونها به دستان سربازان محمد رسول الله افتادند. کتابه که نعره ها خموش سوی حق بپیش. شاید سکولارها و لایک ها و کمونیست ها به این باور هستند، شاید اعتراض کنند که وقتی مشکل بیاید شما فورا میگویید که به غیر مؤمنین این بلا و مصیبت هست و بعد بر سر یک مسلمان، یک ملت مؤمن که مشکل بیاید آزمایش هست. بله، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله خودش گفته، الله خودش فرموده که من دفاع میکنم از بندگان مؤمن خود. سبحان الله. اهل غزه، اهل فلسطین بیش از 80 و چند سال هست که مبارزه میکنن، اما تسلیم نشدن، اما پریشان نشدن، نگران نشدن، روانی نشدن، بیجان نشدن، تسلیم نشدن، سرخم نکردن. چرا؟ چون توکلشان به درگاه الله هست، توکلشان به درگاه الله هست. ایمان دارن، یقین دارن که فتح و نصرت و پیروزی روزی میرسده. ایمان دارن، باور دارن که مسیرشان حق است. امتحان الهی و آزمایش الهی هست. 4 روز به اوکراین و روسیه جنگ بود، به اندازه کل فلسطین. شما نگاه کنید که انسانها هم آواره شدن، هم روانی و دیوانه شدن. تحمل نداره کافر، تحمل نداره غیر مؤمن، چون صبر نداره، چون توکل نداره. مشکلاتی که بر سر ملت غزه آمده به این سالها، اگر بر سر روسیه و اوکراین می آمد، حالا نقشهشان از روی زمین هم دور می شد، نسلشان از بین می رفت. اما روز به روز نسل غزه زیاد می شود. در فلسطین روز به روز مجاهدین سربلند می کنن، مسلمان ها سربلند می کنن، از عقیده خود دفاع می کنن. چرا؟ چون می دانن و بشر الصابرین هست، بشارت بر صابرین می باشد. استقامت می کنن، پایداری می نماین. وقتی سوریه را نگاه کنیم، سالها مورد ستم و ظلم بشار کثیف قرار گرفته بودن، امروز میبینیم الحمدلله که یک شرپه دیگر فتح می شود و به دست مسلمان ها میافتد. صبر را فراموش نکرده بودن ملت سوریه. یاد شما هست مولانای شهید اینجا گریه میکردن، از اطفال سوریه میگفتن او ظلم بشار اسد کثیف و جنایتکار میگفتن که در سوریه ای جفا هست، ای ظلم هست، ای ستم هست. سبحان الله. امروز کل ملت دست خود را یکی کرده و بر دهن ظالمین میکوبد. 8 سال پیش مسلمان را استاد میکرد، به مرمی میزد، سر میبرید، آتش میزد، او را سوراخ میکرد که بگو لا اله الا بشار، لا اله الا الله، استغفر الله. میگفت بگو که هیچ خدایی نیست بجز بشار، هیچ الهی نیست بجز بشار. امروز همونها به دستان سربازان محمد رسول الله افتاده. امروز در زیر پاهای مجاهدین فی سبیل الله هستند و بشر الصابرین را فراموش نکرده بودند.
تسلیم نشدن، ظلم را نپذیرفتن، ستم را نپذیرفتن، سختی ها و مشکلات را تحمل کردن، دانستن که الله اول فرموده ولنبلونکم، ما شما را آزمایش میکنیم به یک شیء، آزمایش الهی هست. اسیر شدن، شهید شدن، آواره شدن آزمایش الهی هست. اینجا مؤمن واقعی میخواهد که تحمل بنماید، سختی ها را صبر بنماید. محمد افتخار آفرینش، جهان معرفت دریای بینش.